یادم یه عزیزی همیشه به هم میگفت اگه بهت حسادت میکنن خیلی خوشحال باش. پرسیدم چرا؟ گفت حسادت 3 ریشه داره. تو چیزی داری که من ندارم، جایگاهت بالاتر از جاییه که من هستم، به تواناییت ایمان دارم ولی نمیخوام قبولش کنم. حسادت میکنن، هرس میخورن، به جایی میرسه که چشم دیدنت هم ندارن. غمگین نشو، این به خاطر بد بودن تو نیست. مردم همیشه به آدمای حسادت میکنن که ته دلشون میخوان مثل اون باشه ولی نمیتونن. حتما کار درست بوده، اونقدر خوب و اونقدر درست که خودشونو در حد رقابت با تو ندیدن. برای حل مسئله که کم میارن شروع میکنن به بدگویی کردن. رسم آدمای تنگ نظر همین. به خودت افتخار کن، بذار یاد بگیرن. لیاقت هرگز با زور به دست نمیاد. راهت رو ادامه بده، پرقدرت. باور کن مورد حسادت واقع شدن خیلی هم چیز خوب.